بدترین شوهر کسی است که از عشق ورزی ها و همخوابگی با همسرش در نزد دیگران نقل کند یا با رمز و کنایه از آن سخن گوید. خیلی گناه بزرگی است. در روایت مسلم آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند در روز قیامت بدترین مردم در نزد خداوند از روی مقام و منزلت مردی است که با همسرش هم بستر می شود و بعداً آن را به دیگران نقل می کند. وای بر حال چنین مردان بی‌غیرتی که از همخوابگی های خود با همسرانشان در نزد دیگران نقل کنند. وای بر حال چنین مردان بی‌غیرت. حتی با رمز و کنایه هم در این باره سخن گفتن جایز نمی باشد. یادمان باشد که کیش ما چه بود، آتش و آتش پرستی در سجود. هدیه آورد سوی ما یار رسول، دین را چون ماه تابان در هلول. آری آن ناجی از جنس بشر، آن راد مردی که نامش بود و مرد. دین حق را هدیه آورد سوی ما، ورنه آن